چطورید بچه‌ها؟ امروز اومدیم با اولین ویدیو بلند چنلمون اومدیم تست آقا رونالدو. یکی دو دست باهاش بازی کردم. چه مهاجمیه، 17 تا بازی 17 تا گل. یعنی هر چی بلند واسش به سانتی گله، یعنی سرش همش گله. و الان روش یه بوستر انداختم، بوستر اگلیتیه که والا با همون اوورال 102 شد ولی 107 نمیشه. ولی جلوتر هم آمارشو میذارم هم با چه بوستر و چه مربی 107 شده. روش هیچ اسکیلی ننداختم، هنوز بازیکن مکس نی. گفتم زودتر براتون تسکیلیشو بذارم که بدونین ارزش سکه زدن داره یا نه. بریم تو ترینینگ دو سه تا شوت، دو سه تا سر باهاش بزنیم ببینیم چه نمره‌ای میگیره. بچه‌ها اکانت ویتینیا که تو شورت ویدیویی که گذاشته بودم دیدید، اونو میتونید بیاید از توی بیو چنل برید وارد تلگرام بشید و از بیو تلگرام که عکساشو دارم با ترتیب براتون میذارم وارد میشید و تو فروش اکانت کلیری به اون آیدی که اونجاش پیام میدید، اولین نفری که پیام بده اکانت ویتینیا رو به طور رایگان میگیره. و تست آقا رونالدو که من به شوتش از 10 میدم، ولی سر زدنش دو سه تا سر خراب کرده. نگم همه سراش گله ولی سراش خوبه، بد نیست. کل زدنش هم خیلی خوبه. یعنی یه مهاجم چی میخواد؟ تمام کنندگی، سر زدن، کل. این کلشو به اندازه داره، جامپشو داره، سرشو داره. دریبلاش نمیدم، اون دریبل معروفشو چرا نذاشتن که پا عوض میکرد؟ انتظارش هم اون روش باشه. ولی نکن شوت زدنش خیلی خوبه. یعنی فقط تو سانتور بگیر بسان تو سرش این گل میزنه برات دیگه. از روز ستایی قطعی یکیش گله. یعنی این پک ارزش زدن داره فقط به خاطر رونالدو. اگه نه میخوای وایسی رونالدو بهتری بیاد به هوای مندز و ویتینیا نزن. اگه میخوای کویناتو جمع کنی، ولی نه اگه کوین زیاد داری میتونی بگیری بزن. دیگه رونالدو بازیکن دو اسکیله خوبه دیگه، خیلی بازیکن خوبیه. اگه دوتا سانتور هم داشته باشی به کارت میاد قشنگ. من الان تو این اکانتی که دارم سانتور زیاد نشم، نتونستم خوب از سر زدنش تست بگیرم، ولی تو گیم پلی که ازش گرفته بودم خودم بیرون ضبط ویدیو راضی بودم ازش. هم سوتی هم سری، سرعتش هم خوبه، سرعت ستاب مکسش. الان آمارشو براتون میذارم. این آمار که دارید میبینید با بوستر استراکر اینساید و مربی بکنبایر است. دستی هم ندم، همونطور که ربات خودش زده. همونطور که میبینید سرعت ستابش خوبه، سرش خوبه، جامپش عالیه. بازیکنیه که نقطه ضعف نره، نمیشه ازش ایراد گرفت. یه بازیکن 40 ساله با همچین آماری خیلی خوبه. ولی نسبت به رونالدو 40 ساله خیلی خوب اوورال بهش دادن، خیلی خوب. الان بعضی هم انتظارشن آمار رونالدو 2008 رو بهش بدن. واسه رونالدو 40 ساله واسه یورو خیلی خوب دادن، سرعت خوبی دادن، سر زدن خوبی دادن. واسه بازیکن 40 ساله خیلی خوبه. حالا یه سری میان با مسی مقایسه میکنن. خب مسی واسه دوران اوجش تو بارساه، برای دوران مسی سوارز نیماره. آره اگه رونالدو 2008 بود، رونالدو جوون بود، قشنگ میتونست اونا رو بخوره. تو هم سرعت داره، دریبل داره، تمام کنندگی داره دیگه، بازیکن تمومیه. ولی واسه کارت این کارت خیلی خوب دادن. اگه رونالدو رو دوست داری و میخوای واسه بزنی بزن، ولی اگه نه با هوای گیم پلی کارت بهتر از رونالدو میاد 2026 قطعا میاد. ولی این کارت گیم پلیش راضیم. بچه‌ها الان همون چیزی که گفتم برای ویتینیا اکانت رایگان الان به طور تصویری براتون میذارم. بیاید اولین نفری که پیام بده اکانت ویتینیا رو به طور رایگان بهش تحویل میدم. بچه‌ها سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی. فعلا خدافظ.